ماه رمضان خداوند فرصتی فرستاده، ایجاد کرده، موسمی قرار داده که یک سال گذشته خودتو ترمیم بکنید، اصلاح بکنید. واقعا وقتی رمضان میاد همه دلمون خوش میشه، چون سبک میشیم، ترمیم میشیم، پیکره ایمانیمون و اخلاقیمون رو ترمیم بکنید. چه حس خوبی، هرچی بالاتر میرید به 10 شب آخر میرسید، تو شبهای 27 و 28 و 29 و شب عید دیگه طاقت لبریز میشه، سر میاد، به جوش میاد. جوانا زار زار تو دعا گریه میکنن به خاطر که تزکیه شدن، وگرنه در طول سال دلشون کلفت شده بود. یعنی تو رمضان که میشن سبحان الله یک کوره گناه عزیز صیقل داده میشن با این کلام رب العالمین.